خب بریم یه معرفی از خودم داشته باشم خدمت شما دوستان عزیز. بنده محمد مهدی زیدآبادی نژاد هستم، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، مهندسی ورقدرت دارم، مدرس کارگاه‌های توسعه فردی در دانشگاه مازندران هستم، درمانگر و مربی توسعه فردی و کسب و کار، عضو سازمان نظام روانشناسی به شماره عضویت 43589 و پروانه اشتغال 16093 هستم. عضو سازمان نظام مهندسی کشور هم هستم، عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی هم هستم و یکی از تخصص‌های بنده تو حوزه درمان‌های هیپنوتیزمی هست. این یک معرفی مختصری از بنده تا بدونید که اطلاعات رو از چه فردی میگیرید و این خیلی مهمه. متاسفانه تو فضای مجازی هر کسی ادعا میکنه که میتونه به دیگران کمک بکنه، اما وقتی سابقه و فعالیت‌های اون فرد رو میبینید هیچ ارگانی، هیچ مرجعی اون رو به عنوان یک فرد اثرگذار متاسفانه تایید نمیکنه. پس شما دوستان در فضای مجازی باید این رو به نوعی دقت بفرمایید. خب بذارید ابتدا یک تعریفی متفاوت از استرس برای شما عزیزان داشته باشم، درک درستی از استرس داشته باشیم. میگیم هنگامی که به صدف نگاه میکنی، مکانیزم صدف جوریه که وقتی یک موجود خارجی به طور مثال یک دونه شن در ساحل یا در دریا وارد این صدف میشه، این صدف به خاطر اینکه اون عامل حمله کننده به محیط امن صدف رو به نوعی از بین ببره، از ابتدا وقتی که نوزاد بودیم دندون داشتیم در می‌آوردیم، داشتیم راه رفتن رو یاد می‌گرفتیم، زمین می‌خوردیم، تب می‌کردیم، بیمار می‌شدیم و همینطور تو مراحل بعدی مدرسه رفتیم، آروم آروم بزرگتر شدیم، چالش‌هایی که تو محله و بازی و خونه و مهمونی داشتیم. همینطور که سنمون رفت بالاتر به فراخور درکمون از محیط پیرامونمون طبیعتاً چالش هامون هم متفاوت شد. این خیلی عادیه که چالش یک کودک مثلا 5 ساله برای من فردی که 20 سالمه، 30 سالمه، 40 سالمه خنده‌دار به نظر بیاد، اما برای اون کودک 5 ساله اشکشو در میاره، ذهن و روحش رو به هم میریزه. مشکلاتی که ما امروز میتونیم باهاش مواجه باشیم مشکلات اقتصادی، اعتراضاتی که به شرایطمون داریم، قطعی برق، مشکل گرانی، مشکلات کاری، تعدیل نیروها، مشکلات خانوادگی، روابط بین فردی و الی ماشاءالله مشکلات تحصیلی، اداری و مهارت‌های پایه رو در مواجهه با مشکلاتمون یاد بگیریم. این که ما بخوایم سهل‌انگاری بکنیم و اون فضا رو یاد نگیریم بیشتر خودمون آسیب می‌بینیم و از کیفیت زندگیمون به طور طبیعی کاسته میشه. حالا همین اول کار چون می‌خوایم وبینارمون کارگاهمون کارگاهی باشه و کاربردی باشه، یه تمرین براتون دارم. اول کارگاه چالش‌های بزرگ و متوسط زندگیتون رو بنویسید. من می‌خوایم آخر کارگاه بینشی که بهتون میدیم، نگرشی که بهتون میدیم، دوباره اینایی که نوشتی رو بازبینی بکنید و ببینید واقعا چقدر اینا براتون دوباره به همون اندازه قبلی مهم هست یا براتون استرس‌زا و اضطراب‌زا هست یا با دانش جدیدتون این کاهش پیدا میکنه. همینجا برام بنویسید و اگر قلم کاغذ همراهتون نیست حتما برید تهیه بکنید، آماده بکنید، چون نکات مهم رو حتما یادداشت کنید، تو یادگیریتون تاثیر داره و برای بازبینی نوشته‌هاتون خب اینجا اگر بنویسید شاید خودتون بخواید بیارید و دوباره بخونید مشکل باشه، حتما جلو خودتون قلم کاغذ داشته باشید. همه دوستان همین الان
یکی دو تا از چالش‌های بزرگ، میخواید 3 تا، یکی بزرگ، یک چالش متوسط و یک چالش کوچیک رو که تو زندگی براتون استرس و اضطراب ایجاد میکنه رو برای من بنویسید. دوستان اول کلاس گفتم بعضی از دوستان شاید با اون ملحق شدن، تازه اطلاعاتی که شما می‌نویسید برای من برای بقیه قابل خوانش نیست و فقط من می‌بینم و شما میتونید به راحتی پاسخ سوالات من رو بدید. 3 تا از چالش‌های و اگر هم دوست ندارید که هیچ اجباری نیست. 3 تا از چالش‌های بزرگ زندگیتون رو، بزرگ، متوسط و کوچک رو بنویسید و بهش یه نمره بدید. به هر کدوم، به اون بزرگی از 1 تا 10 چه نمره میدید، به اون متوسطش به چه نمره و به اون کوچیکه، مشکل کوچیکه که براتون اضطراب و استرس دائمی ایجاد میکنه یه نمره. بعد همین اجازه میگیم که ببینیم بعد از بینش امشب شما چقدر توی دیدگاهتون نسبت به استرس تغییر شده. تو ادامه کار ما میخوایم ابتدا یه تعریف اصولی از استرس داشته باشیم، شما خود استرس رو بفهمید و عوامل ایجاد استرس رو هم آگاه بشید و در انتها ما بریم سمت راهکارهایی که میتونید اونها رو برای شما ارائه بدیم. بدن ما به طور منحصر به فرد برای مدیریت استرس طراحی شده دوستان، یعنی مثلا این برای سازگاری با محیط آقای داروین تو نظریه تکاملی خودش این موضوع رو مطرح کرده که قوی ترین موجودات نیستن که به بقای خودشون ادامه میدن، بلکه سازگارترین و انعطاف ترین موجودات با محیط پیرامونشون هستن که بقا پیدا میکنن. پس اگر ما با استرس و اضطراب خودمون سازگاری و همخوانی و شناخت نداشته باشیم، طبیعتا اون ما رو از خود در میاره. پس مدیریت استرس طراحی شده درست وقتی که ما با یک موقعیت تهدیدآمیز مواجه میشیم و این جزوی از اساسی ترین غریزه های بقای ماست که به شکل حمله یا فرار خودش رو نشون میده و این همون چیزیه که به پاسخ جنگ یا گریز توی حالا عوام شناخته میشه که من وقتی استرس میگیرم یا حمله میکنم یا پاسخ میدم یا فرار میکنم و اجتناب میکنم از عامل استرس هایی که باهاش مواجهم و ممکنه هر دوش نتیجه و خروجی که من میخوام رو نداشته باشه و در نهایت من از خودم احساس نارضایتی داشته باشم. خب ما از 2 بعد استرس رو میخوایم آنالیز بکنیم و نسبت بهش شناخت داشته باشیم دوستان. بحث‌های روانشناسی بحث‌های شناختیه. اساساً یک روانشناس به مراجعینش کمک میکنه تا نسبت به موضوعی که باش دست و پنجه نرم میکنن به شناخت برسن. اینو حتما اگر یادداشت میکنید به عنوان یه نکته بنویسید دوستان. ما برای کنترل، مدیریت و حتی پیشبینی هر اتفاقی، هر رویدادی، هر چالشی ابتدا باید اون رو خوب بشناسیم. شناخت خوب یعنی اطلاعات کافی در موردش بگیریم، از جنبه‌های مختلف اون رو بررسی بکنیم، فقط از یک زاویه اون رو نبینیم. این خیلی نکته مهمیه. حالا مشکلاتی که تو زندگی دارید، چیزایی که نوشتید، یه سوال از خودتون بپرسید. آیا این مشکلی که من ابتدای کارگاه نوشتم آیا به خوبی به تمام بعدهای اون آگاه هستم؟ آیا از جنبه‌های مختلف اون رو بررسی کردم؟ آیا از دیدگاه چند آدم خبره تو اون حوزه اون مسئله رو مطالعه کردم؟ به طور مثال برای استرس 10 نفر کتاب نوشتن، 10 تا نظریه دادن. آیا من از دیدگاه اونها رفتم استرس رو دیدم یا فقط همون دانشی که خودم با تجربیات خودم دارم برای استرس استفاده میکنم؟ این خیلی نکته مهمیه دوستان. مطمئناً اگر شما برای چالش هاتون، الان مثلا یکی از دوستان نوشته آقا من مشکلم به اهدافم نمیرسم. خب سوال اینجاست چند تا کتاب در مورد هدف گذاری خوندم، اصول هدف گذاری رو میدونم، موانع هدف گذاری رو فهمیدم. اینا خیلی اقدامات کلیدیه.
حالا ما نمیخوایم از بحث خارج بشیم، میخوایم در مورد استرس از زوایای مختلف آگاهی پیدا بکنیم. یه بخشش بخش زیستیه دوستان، یعنی ما بدن ما و ذهن و روح ما که با هم توأم هستن، یه بخش عمده‌ای از ماهیت ما که جسمانی و فیزیکی هست توی تولید استرس خب نقش مهمی داره و ما اگر شناخت درستی ازش داشته باشیم میتونیم توی مدیریت استرس ازش استفاده کنیم. مغز ما 3 تا بخش داره دوستان. یه بخش منطقی که به عنوان مغز جدید یا نئوکورتکس گفته میشه که ما میتونیم باهاش تفکر کنیم و دقیقاً الان در همین وبینار اگر شما مزاحمت فکری نداشته باشین و استرس نداشته باشین، مزاحم صوتی نداشته باشین، کسی رو مختون نباشه و هرس نخورین، ممکنه این بخش از مغز شما توی بالاترین درجه آمادگیش برای شنیدن حرفای من باشه. بخشی که حرفای من رو به وسیله حسای شنیداری، دیداری وارد به مغز میکنه، درکش میکنه، تحلیلش میکنه و جزء داشته‌هاش. یه بخش دیگه از مغز شما که بخش هیجانی یا احساسی هست، اون سری از مطالبی که ممکنه احساسات و هیجان شما رو، مثلا احساس عاطفی رو درگیر بکنه، قلقلکش میده اون اطلاعات و یک سری واکنش شیمیایی رو تو مغزش شما ایجاد میکنه. یه بخشی از اطلاعات من ممکنه تو شما احساس ناامنی ایجاد بکنه که قسمت خزنده است. ممکنه همین الان وبینار رو ترک بکنید، ممکنه به من نقدی داشته باشید اگر اون حرف که مطلوب شما نباشه و تو شما ناامنی ایجاد کرده باشه رو برای من تایپ بکنید، پاسخ جنگ و گریز بدید به خاطر حفاظت از خودتون. و ممکنه اصلا در انتهای سمینار احساس بسیار خوبی داشته باشید، انرژیتون بالا رفته باشه، کلی چشمه‌های روشن در ذهنتون و جرقه‌های خورده باشید که بدونید از این به بعد زندگیتون رو می‌خواید چیکار بکنید و یا نه ممکنه حالتون بد بشه. به نظر من همه اینها خوبه اگر ما اطلاعات درستی در مورد احساسات و هیجاناتمون داشته باشیم. متاسفانه 99% از مردم و جامعه ما هیچ آگاهی و اشرافی بر احساساتشون و سرچشمه تولیدشون، مدیریتش و خروجی‌هاش نداره. احساساتتون اشراف داشته باشید. پس چرا اکثر آدم‌ها عادی هستن و یه سری از افراد آدم‌های غالب جامعه هستن و موفق جامعه هستن؟ میشه گفت مهمترین مشخصه اونها اشراف بر احساساتشون، بلد بودن و مهار کردن احساساتشون که ما میخوایم امروز در مورد استرس و اضطراب در موردش برای شما توضیح بدیم. خب ابتدا در مورد استرس بگیم. یه نوع واکنش ذهنی، عاطفی، فیزیکی، یعنی هر 3 بخش وجودی من، ذهن، احساسات یا عواطف و بخش فیزیکی و جسمانی من، وقتی در یک موقعیت بحرانزا چه درونی چه بیرونی قرار میگیره، من دچار استرس میشم و این هیجان در من و احساس تولید میشه. حالا یه فرقی بین استرس و اضطراب وجود داره. استرس منشأش مشخص عزیزان، استرس منشأش مشخصه، اما اضطراب یک عامل پنهان و فراگیره و ممکنه طولانی مدت باشه و من ندونم از چی نگرانم ولی اضطراب دارم. پس منشأ استرس مشخصه. مثلا من فردا امتحان دارم، میدونم هم درس نخوندم و از این که برم سر جلسه امتحان میترسم و استرس دارم، یا خوب مسلط نیستم، یک نگرانی و استرس اینجا میکشم، یا اصلا بلدم ولی استرس دارم. پس میدونم چالشم چیه، در مقابلش یه ترسی دارم. استرس و اضطراب مثل برادر خواهر میمونن، مثل دو داداش میمونن که زیر مجموعه خانواده ترسن. پس ما کلی احساسات داریم که زیر مجموعه ترسن. حتی جالبه بدونید که خشم هم میتونه از دل ترس بیاد که توی پاسخهای جنگ و گریز تعریف میشد دیگه. حالا این دوتا که زیر مجموعه ترس هستن
میتونه نسبت به عوامل بیرونی و درونی در ما باشه. به طور مثال وقتی من از درون آمادگی صحبت کردم بیرون همه چی اوکی، میکروفون خوبه، آدما همه نرمالن، هوا عالی، کولر روشن، برق داریم، ولی من استرس دارم. پس این میشه یه عامل درونی خودپنداره‌ای که من از خودم دارم. و یه بخش بیرونی میتونه باشه، مثلا هوا سرده، مثلا میکروفون توی برنامه قطع و وصل میشه، مثلا یک فرد ممکنه یک رفتار غیر طبیعی از خودش نشون بده، یا توی یک موقعیتی که تصادفی جلوی من رخ بده. درست عزیزان؟ همه این عوامل بیرونی باعثه که من دچار استرس بشم. تو هر دو موقعیت مهارت و دانش من و میزان تاب‌آوری من و یه سری از المان‌ها باعث میشه که من نسبت به اون موضوع چه واکنشی نشون بدم. حالا میخوام برام بنویسید بیشترین عوامل استرس‌زا تو وجود شما درونیه یا بیرونی؟ برام بنویسید بچه‌ها، ببینم که شما بیشتر عوامل درونی شما رو اذیت میکنه یا عوامل بیرونی. بنویسید برام تایپ بکنید که من یک شناختی از سیستم احساسی شما تو حوزه اضطراب و استرس بدونم. خب تعدادی از دوستان که نوشتن اکثرا اضطرابشون درونیه و میشه گفت یک نسبت 70-30. 70% دوستان اضطرابشون درونیه و 30% از عوامل بیرونی به نوعی دچار استرس میشن. خب قبل از اینکه من در مورد عوامل بیرونی و درونی توضیح بدم، بذارید اول اضطراب و استرس رو تو 3 تا سطح بر شما دسته‌بندی بکنم و شما ببینید که تو چه سطحی هستین، چه سطحی از اضطراب رو دارید تجربه میکنید. ببینید دوستان، یه سطحی از اضطراب که نرمال ترینشه اینه که من تو حالت طبیعی هیچ اضطرابی ندارم، هیچ استرسی ندارم، برق میره استرس ندارم، چه میدونم هوا گرم میشه یا تو ترافیک قرار میگیرم یه جلسه کاری دارم، خیلی استرس و اضطراب نمیگیرم. خب مگه که شرایط برام حاد باشه، یعنی یه چیز مهمی این وسط باشه که اون عامل بیرونی یا همون عدم مهارت‌های خودم باعث بشه که من وقتی درگیر اون اتفاق میشم اضطراب بگیرم، وگرنه تو حالت عادی هیچ مشکلی ندارم. پس اینا آدمای طبیعی هستن، این روز هیچ مشکلی نیست. اما یه فرد تو این سطح میخواد خیلی بهتر باشه، میگه آقا زندگیم رو به راه اوکی ام، فقط تو اون نقاطی که حالا برام حادثه پیش میاد میخوام یه آدم با عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتر بشم و سطح اضطراب و استرس هم کمتر بشه. اینا میشن خب گروه نرمال. یه گروهی یه خورده این سطح اضطراب فراگیرتره اما هنوز زندگیشون رو مختل نکرده، یعنی مثل یه موریانه که افتاده به جونشون و تو دراز مدت اینا رو از پا در میاره. یعنی چی؟ یعنی نسبت به دیگران زودتر هم جسمشون هم ذهنشون کیفیت خوابشون همه اینها دچار آسیب میشه، ولی تو مرور زمان، یعنی کاراشون رو میرسن اما یه استرس مخرب دارن. خروجیش چه خواهد شد؟ رو جسمشون تو طولانی مدت اثر میذاره اما زندگیشون رو هنوز به صورت کامل مختل نکرد. اما یه سری افراد اون حجم استرس و اضطراب انقدر زیاده، انقدر تو درجه بالایی هست که زندگیشون رو مختل کرده. مثلا میخوام برن تو جامعه نمیتونن، میخوام برن شغل بگیرن نمیتونن، میخوام با دیگران ارتباط بگیرن، رابطه با یک پارتنر ایجاد بکنن، میخوام برن ازدواج بکنن، اقدامات مهم زندگیشون به خاطر حجم بالایی از استرس و اضطراب دقیقاً از کار میفته. حالا شما عزیزان به من بگید، دوباره اعلام میکنم نوشته‌های شما برای بقیه عزیزانی که تو کلاس هستن قابل رؤیت نیست، فقط من به عنوان مدرس میدونم و اگر تمایل دارید
سطح استرابتون رو بگید. پس سطح استراب یک نرمال بود. هر کی که با اومدن تو این وبینار میخواد کاملتر بشه، بهتر بشه، بنویسه. اون 2 مزمن زندگیشو داره مثل خوره میخوره، خواب شبانه‌شو یه خورده مختل کرده، یه خورده تو دید دیگران آدم ضعیف‌تری نشون داده میشه، ولی داره زندگی میکنه، پیش میبره. به نوعی 50% اهدافش محقق میشه، ولی 50% دیگه به خاطر این استرس مزمنه داره خراب میشه. و گروه 3 افرادی هستن که یعنی نمره 3 بدید به خودتون، این که استرس داره زندگیتون رو مختل میکنه، سیستم شما رو به هم زده و شما اون رو استرس یا اضطراب خودتون. ممنونم از دوستانی که با من مشارکت میکنن و با من تعامل میکنن، چون این فضای مجازی یه فضای به نوعی خیلی زنده و شاداب نیستش دیگه، مثل اون فضایی که فکر کنید ما دور هم نشسته باشیم. با این تبادل اطلاعات ما میتونیم کلاس رو پویاتر داشته باشیم. خب پس تا اینجا یک وبینار بچه‌ها شما یه خورده خودتون رو شناختید، یه دید متفاوت‌تری به اضطراب خودتون و جایگاه خودتون توی کنترل و مدیریت اضطراب فهمیدید. به نوعی اکثر دوستان که نظر دادن میشه گفت 50%، 60-70% به سمت گزینه 2 هن. یعنی یه اضطراب فراگیر دارن که تو طول زندگی داره کم کم انگار کارایشون رو کم میکنه، کم کم داره آرزوهاشون رو میدوزه و امیدواریم که امروز دید بهتری بهتون بدیم. خب استرس میشه گفت ناتوانی در مقابله با تهدید واقعی یا خیالی که منجر به یک مجموعه از پاسخهایی در بدن من میشه، در رفتار من میشه، در اعمال من میشه. حالا این که ما اون تهدید رو به صورت واقعی یا خیالی تفسیر بکنیم، این خیلی مهمه. ما کجای کار هستیم؟ اینم یه بخش دیگه از شناخت خودمون در مواجهه با استرسیم. آیا شما عزیزان منشأ استرس خودتون چی فرض میکنید؟ یک باور خود ساخته است یا یه واقعیت عینیه؟ اینو بهم بگید. شما که با استرس درگیر هستید، شما منشأ استرس هاتون رو خود ساخته میدونید یا واقعا به همون اندازه تو دنیای واقعی هم همون شدت رو داره؟ از کجا بفهمیم بچه‌ها بازخوردهای دیگران نسبت به اون عامل تهدیدزا؟ به طور مثال من نگرانم که خوب صحبت نمی‌کنم، بعد از جمع میپرسم که آقا به نظرتون من خوب صحبت نمی‌کنم، بعد همه اونا میگن که نه خوب صحبت می‌کنی، مشکل چیه؟ یعنی من فقط خودم فکر می‌کردم مشکل دارم. پس این میشه خیالی، چیزی که فقط خودم تجربه می‌کنم، بقیه تجربه نمی‌کنن. یه سری اتفاقات هست منم استرس میگیرم، میبینم بقیه هم ترسیدن، پس این یک عامل واقعیه. حالا اینکه هر چقدر افراد دور و بر من بر اساس دانش و مهارتشون با اون استرس چجوری مواجه نشون میدن، چه رفتاری نشون میدن، اون دیگه بستگی به آدم مختلف واکنش مختلفه، اما همه داریم تجربه میکنیم، پس این یه استرس واقعیه. خب حالا بچه‌ها ما میخوایم تو این کلاس شما یک تارگتی، یه موضوعی، یه استرس خاص، یک اضطراب خاص رو بیشتر مد نظر داشته باشید، چون یه سری از بچه‌ها میگن ما هر دو رو داریم، هم شکلی داریم، همون شکلی داریم. میخوام به عنوان کف ترازو یه بخشیش رو بگیرید، چون میخوام همزمان برای این اطلاعات من همه رو به نوعی در بر بگیری خورده گیج میشید، چون امشب ما به خاطر حجم کم زمانمون باید خیلی اطلاعات به شما بدیم که زمانمون می‌خورده سپری شد. پس اینو باید مد نظر شد، یه گوشه از استرس استراباتون رو مد نظر داشته باشید، با اطلاعاتی که میگیرید اونو آنالیز بکنید. خب استرس بازدهی رو کاهش میده، انرژی ما رو تخلیه میکنه، تو روابط ما تاثیر منفی میذاره، سلامت ما رو به خطر میندازه. حالا بریم جلوتر خواهم گفت. پس دوستان چرا ما باید استرس و اضطراب رو کنترل کنیم؟ چون بخش مهمی از زندگی ماست، اجتناب ناپذیره. میتونه کمتر بشه به شرطی که شما مهارت لازم رو کسب بکنید. وقتی که ما استرس میگیریم آدرنالین از کلیه‌های ما ترشح میشه، از هورمون‌های فوق کلیوی، از غدد فوق کلیوی. کورتیزول ترشح میشه که انرژی زیادی به همراه داره و باعث تپش قلب میشه، جریان خون بیشتر میشه، تعداد تنفس و
فشار خون ما افزایش میده، یعنی ما سطح تنفسمون کاهش پیدا میکنه، تعدادش زیاد میشه. فشار خون افزایش پیدا میکنه، ممکنه سرخ بشیم، ممکنه حتی اصلا مثل گچ سفید بشیم چون خون به یک جای دیگه از بدن منتقل میشه. قند در جریان خون آزاد میشه، شنوایی و بینایی تقویت میشه، ما هوشیارتر میشیم وقتی اضطراب و استرس داریم. سیستم گوارشی کند میشه، بخاطر اگر یادتون باشه بعضیا کم اشتها میشن یا دل درد میگیرن، دلپیچه میگیرن، تا خون بتونه بیشتر به مغز و ماهیچه ها هدایت پیدا بکنه برای اون واکنش غریزی که نسبت به مشکل داره. اما جالبه زندگی تکنولوژی که امروز ما دیگه مسائل نیست که ما بخوایم باش به صورت فیزیکی دست و پنجه نرم کنیم. استرس امتحانه، چه میدونم استرس چک مالی اجاره خونه است، مشکلات عشقم منو ول کرده، به این پاسخ مثبت نمیده و هزار تا مشکلی که ما قرار نیست کسی رو بزنیم که گردش خون تو دست و پامون زیاد بشه، ولی بدن ما درگیر میشه. این یک واکنش غریزی هست بچه‌ها. خب حالا من این علائم رو میگم، اگر شما میزان زیادی از این علائم دارید پس میرید توی دسته 3 و اون 2تون داره به 3 نزدیک میشه و خطرناکه. هیجان 4 تا بود داره عزیزان. یک بخش رفتار، اعمال رفتار و خلقی که از خودمون نشون میدیم، یک بخش احساسات و هیجانات داره و یک بخش ذهن و فکر داره و یک بخشی که بدن من وقتی من هیجانی میشم درگیر میشم. پس 4 تا بود در ما درگیر میشه. اگر من آدمی هم که مستعد درگیریم، هیجان یا احساس از دست دادن اعتماد به نفس رو دارم، خودمو از دست میدم، یهویی پشتم خالی میشه، به خودم نمیتونم اعتماد کنم، همش فکرای نگران کننده میاد تو ذهنم، همراه با سردرد میتونه باشه، یه خورده شدیدترش میتونه از دست دادن اشتها باشه. من وقتی اضطراب دارم یا کلا آدم کم اشتهایی ام به خاطر اضطراب و استرس، ممکنه آدم ایرادگیری بشم، به همه ایراد میگیرم، تو ذهنم ایراد میگیرم، حتی فکر میکنم دیگران هم در مورد من دارن ایراد میگیرن، تفکر درهم و شلوغ دارم، فکرم خطی جلو نمیره، همش از این فکر میرم تو اون فکر، از اون فکر میرم تو اون فکر. سیستم ایمنی بدنم ضعیف میشه و من دچار عفونت‌های مکرر میشم. از دست دادن میل جنسی ممکنه داشته باشه. خیلی آدمی هستم که زود تحریک پذیر میشم، زود رنج میشم، حرفا من رو میرنجونه به خاطر سطح استرس و اضطراب بالا. اختلال تو قضاوت هام به وجود میاد، بعدها متوجه میشم من زود قضاوت کردم، هیجانی تصمیم گرفتم، فکرای خیلی قضاوتگونه تو سرم ایجاد میشه و اسپاسم عضلانی و سفتی عضلات ممکنه منقبض بشه، گردنم میگیره، دستام چنگ میشه، چه میدونم، مثلا هر روز صبح که بیدار میشم بختک میفته. این به خاطر سطح اضطراب بالاست. ممکنه تمایل به نوشیدن الکل داشته باشم، مشروبات الکلی که متاسفانه تو جامعه ما روز به روز داره رایج‌تر میشه، بخاطر اینکه سطح اضطراب تو جامعه ما بیشتر داره میشه و افراد برای واکنش گریز از مشکلاتشون روی میارن به مواد مخدر و مشروبات الکلی. احساساتی مثل افسردگی، خلق پایین، همیشه بی‌انگیزه هستم، غمگینم، کابوس‌های شبانه دارم، افکار شبانه مختلی در خواب سراغم میاد و بدنم دائما خسته است، بیخوابی دارم، خوابم روی یک ریتم درست نیست، بی تفاوتم نسبت به مسائل، بی تکلیفم، بی هدفم، احساس تنبلی میکنم. تحریکات پوستی باز یکی از اون واکنش‌های مکانیسم ایمنی بدن، خارش زیاد، پوست پوست شدن، مثلا بیماری پیسوریازیس، اینا همه از ریشه از سطح اضطراب بالاست. بیقراری دارم، نسبت به دیگران احساس بیگانگی میکنم، فکرهای منفی زیاد تو سرم میاد، تنگی نفس یا بیماری آسم هم میتونه از ویژگی‌های سطح استرس و اضطراب بالا باشه. کشیدن دخانیات هم برای کسب لذت و کاهش هورمون‌های استرس و اضطراب تو بدن هست. مواد مخدر، احساس دلهره، نگرانی دائمی، تصمیمات عجولانه ریشه در اضطراب داره، ریشه در استرس داره. طبعاً وقتی شما اضطراب نداشته باشید تصمیمات صبرتون بیشتر میشه. انقباضات عضلانی هم که در موردش توضیح دادم. حالا عزیزان به من بگن
چند درصد از شما میشه گفت چند درصد از این، مثلا شما میگید 20 درصد از این علائم رو من دارم، 50 درصدش رو دارم، 100 درصدش رو دارم. چند درصد از این علائم رو تو خودتون میبینید؟ به من یه نمره بدید بچه‌ها. خب یکی از دوستان گفته معمولا 60 درصد. خب این خیلی جالب نیست. یکی از دوستان گفته 80 درصد. خب عزیزان من حتما به فکر باشید، این نشان خطره و تو دراز مدت واقعا شما زندگیتون کیفیت که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. خب یکی از عزیزان گفته 40 درصد، یکی از دوستان گفته 20 درصد. خب حالا بریم به ادامه بحث. ببین دوستان، یه بخش دیگه هم از استرس اینه که ما استرس های مثبت داریم و استرس های منفی. استرس مثبت چیه بچه‌ها؟ این که من میتونم با وجود اون استرس کار رو حدوداً 70 الی 80 90 100 درصد پیش ببرم. استرس رو دارم، اون کارم انجام میدم. این چیز طبیعیه، همه ما داریم. حتی شاید باور نکنید، من می‌خواستم همین که وبینار رو شروع بکنم یه خورده استرس گرفتم، اما میتونم مدیریتش کنم. پس استرسی که قابل مدیریته کاملا چیز طبیعیه. وقتی روند من رو دچار مشکل نمی‌کنه و یکی از المان‌هاش اینه که وقتی کارتون رو شروع می‌کنید یواش یواش محو میشه. پس استرس مثبت ابتدا وجود داره، اما وقتی شما وارد اون عامل تهدیدزا میشید، وارد اون شرایط تهدیدزا میشید، کم کم با تسلطی که دارید از بین میره. پس این رشد 1% از استرس‌های شما به نوعی طبیعیه و شما اگر دوباره دچارش بشید با این آگاهی که به دست آوردید، طبیعتاً دیگه شما رو باعث نگرانی بیشتر نمیشه. یه بخش دیگه ای حالا توی این نموداری که الان شما اینجا می‌بینید عزیزان، ببینید محور افقی از استرس کم به استرس زیاده و محور عمودی میزان کارایی و عملکرد شماست. پس یه جایی استرس از کم تا متوسط اتفاقاً باعث حرکت میشه، باعث انگیزه میشه، اما از یه جایی که به سمت زیاد میره دیگه من رو دست و پا بسته میکنه، دیگه خروجی من رو با کیفیت نمیکنه، نتایج کارام ضعیف میشه، به خاطر اینکه سطح اضطرابم چیه؟ دیگه از حد خودش گذشته. پس اینجا فرق استرس مثبت و منفی رو هم متوجه شد. حالا تفاوت چالش و عامل استرس ها چیه؟ برخلاف استرس، چالش یک عنصر مهم برای حرکت، برای اقدام، برای کار سازنده و سالمه بچه‌ها. پس ما چالش تو زندگیمون زیاد داریم. مثلا یکی از دوستان گفت من می‌خوام توی رشته تحصیلیم تو مقطع قبول بشم. خب این یه چالشه، چون میخواد رشد بکنه تو زندگیش. پس چالش از نظر روانی و جسمی به ما انرژی میده، به ما انگیزه میده تا مهارت‌های جدیدی رو یاد بگیریم و بر زندگی و کار خودمون مسلط بشیم. پس وقتی به چالشی غلبه میکنیم احساس رضایت داریم، احساس آرامش داریم. حالا اگر من نتونم به چالش غلبه بکنم، اضطراب تو من ایجاد میشه که برمیگرده به همون حرفی که ابتدای کار گفتم، به میزان آگاهی، مهارت، شناخت شما اون چالش به سمت اتفاقات خوب میره یا کم میشه، یا برای من چالش برانگیز میشه، اضطرابم بیشتر میکنه. یکی از دوستان میگه من از استرس مطالبی که خوندم فراموشم بشه چیکار کنم؟ جالبه بدونید خود این استرس توی فراموشی مطالب تاثیرگذاره. اگر شما فردی هستید با اضطراب بالا، تارگتتون رو اول باید بذارید برای کنترل اضطراب و بعد سطح یادگیریتون میره بالا. چرا؟ اگر برگردید به اون من نقشه ذهنی یا عکس مغزی که گذاشتم، وقتی جلوی مغز ما که قسمت حافظه و یادگیری ماست به خاطر سطح زیاد اون ناامنیه گردش خون توش کم میشه، کاراییش میاد پایین
من یه متن رو باید 1000 بار بخونم تا بره تو حافظم، چون بخش ایمنی مغز من درگیره و حجم زیادی از خون مغز منو میگیره و اصلا نمیذاره اطلاعات وارد بشه. اصلا باید اول اون رو آروم کنم، برم عامل استرس‌زا رو حل بکنم که راهکار خواهیم داشت. بعد اصلا نگران نباشید. نکته اون چه در برخی موقعیت‌ها برای برخی افراد استرس‌زا میتونه باشه، برای یه سری از افراد دیگه ممکن استرس کمتر ایجاد بکنه. این چه نکته‌ای توش نهفته است؟ میخوام یکی از دوستان اگر میتونه به صورت صوتی بیاد و نکته‌ای که اینجا هست رو برام توضیح بده. یه خورده کلاس تعاملی‌تر بکنیم و یه خورده بعد ریتم کلاسمون تندتر بکنیم. کی میخواد صحبت بکنه؟ میکروفونشو میتونه وصل بکنه و با اون یه دیالوگ داشته باشه از چیزی که ما اینجا گفتیم. اون چیزی که در برخی از موقعیت‌ها برای بعضی از افراد استرس‌زا هست، ممکنه برای یه سری از افراد که تو همون موقعیت هستن خیلی استرس‌زا نباشه. خب داوطلب صوتی نداریم، اما چند تا از دوستان نوشتن که آقا آشنایی افراد به اون موضوع یکسان نیست. دقیقاً دید افراد به اون موضوع یکسان نیست، شناختشون یکی نیست. پس یکی از عوامل اثرگذار تو کنترل استرس که از ابتدای کار چندین بار توضیح دادیم، میزان شناخت و آگاهی شما نسبت به اون عامله. پس اگر الان زندگیتون استرس مختل کرده، یعنی شما به اندازه کافی در مورد استرس آگاهی ندارید. هر چقدر سطح آگاهیتون رو برای استرس ببرید بالاتر، تو طول زندگی استرستون میاد پایین‌تر. انشالله که این جلسه یه جرقه‌ای باشه با راهنمایی که میکنم، بتونید تو ادامه کار استرستون رو بیشتر بشناسید و مدیریتش کنید. خب یه خورده سرعتمون رو بریم بالاتر. آقای روبین هیل، هفتمین رئیس انجمن بین‌المللی جامعه شناسی که به نوعی پدر جامعه شناسی خانواده در امریکاست، یه تحقیقاتی کرده بود و اینجوری گفت که من مشاهده کردم افرادی که از چالش‌های بسیار مشابه رنج میبرن سطوح متفاوتی از استرس رو نشون میدن. به نظر اون این اتفاق، این خود رویدادها نبود که به استرس منجر میشد. مثلا قطعی برای همه ما یکسانه، خب، بلکه رویدادها همراه با منابع و معانی تو پرانتز ادراک و تفسیر ماست که تعیین میکنه ما چقدر استرس رو تجربه کنیم. دوستان خیلی مهمه درک ما از موقعیتمون، درک ما از تفسیر موضوعی که باش مواجه میشیم. پس یه نکته دیگه، یه نکته طلایی دیگه، موضوعی که من همچنان باش درگیرم و وقتی بهش فکر میکنم استرس و اضطراب تو من ایجاد میشه، یعنی هنوز من نسبت به اون موضوع به یک درک و تفسیر درست و واقعی نرسیدم. اینو حتما دقت بفرمایید دوستان، خیلی نکته مهمه. ایشون یه فرمولی رو مطرح کرد، اومد گفت اگر ما X رو استرس بدونیم، تعریف کنیم در یک قسمت معادله، 3 تا عامل رابطه مستقیمی دارن روی استرس تاثیر میذارن. یکی اون خود اون رویداده، ما اون رویداد رو چجوری معنی میکنیم، یا خود اون شدت رویداد، شدت رویداده، اون رویداد چقدر شدیده و باز تو تفسیر ما چقدر شدید تعریف میشه. ما چه منابعی برای مواجهه با اون رویداد داریم. دستم خالی باشه اضطرابم بیشتره دیگه، دانشم کم باشه اضطرابم بیشتره. معنی که از اون موضوع دارم هم برام تعیین کننده است توی سطح استرس. من اون رو چی ترجمه میکنم، چی تفسیر میکنم. حالا اون چالشی که اول کار برای خودتون تو 3 سطح نوشتین، به رویدادی که باهاش استرس دارید یه نمره بدید، به شدتش. حالا منابع رو من تو بخش بعدی میگم، شما چقدر منبع دارید برای مواجهه با اون و به درک خودتون از بنده و میزان شناختتون خیلی مهمه. چقدر شناخت علمی دارید، از همه جهات براش وقت گذاشتید و معنیش کردید توی جنبه‌های مختلف. مثلا یکی میخواد بره قرآن رو یاد بگیره، میره 3 تا تفسیر، 4 تا تفسیر میخونه، تفسیر المیزان میخونه، نور میخونه، چه میدونم تفسیرهای مختلف میخونه و درک‌های مختلف از آدمای مختلف، چون اون تفسیرها مال بشره، هر مفسر یه جوری قرآن رو تفسیر کرده و میخونه و میبینه فلان تفسیر چقدر بیشتر جالبتر بود، مثلا اینجوری، اون چرا اینجوری نگاه کرده به اون آیه و سوره. پس
تفسیرهای ما تو نتیجه خروجی که استرس هست بسیار تعیین کننده است دوستان. خب وقتی منابع و معانی مثبت خودمون رو به یک رویداد چالش برانگیز میاریم، به احتمال زیاد نسبت به زمانی که کمبود منابع داریم یا معنای تیر و تاریکی برای اون رویداد قائل هستیم، عملکرد بهتری داریم. این چیز طبیعیه و این خبر خوبیه. ما قربانیان درمانده زندگی نیستیم، یعنی هنوز یه فرصتی برای حل مشکلات و اضطرابمون داریم. ما میتونیم منابع رو جمع‌آوری کنیم، ما میتونیم معانی مشکلات رو با طرز فکری که در مورد اونها داریم تغییر بدیم. حالا منابع چی میتونه باشه؟ آیا من تو مواجهه با این رویداد دوستان مثبت و مفید دارم، همونایی که نوشتی داد؟ آیا اصلا فردی هستم که به نیازهای دیگه از زندگی به عنوان سرگرمی و تفریح توجه میکنم چون رابطه مستقیمی داره با کاهش اضطراب؟ من بتونم تفریح بکنم، تفریح سالم، نه با اون مشروبات و مخدر، چون طبیعتاً من رو به حاشیه میبره، به من آسیب میزنه و مشکلم حل نمیشه. تفریح با کیفیت داشتن، مثل ورزش، مثل با دور همی بریم سالن بگیریم، فوتبال بکنیم، والیبال بکنیم، ورزش داشته باشیم. خلاق بودن، یک سری افراد به تولید ابتکار میزنن، دستگاه اختراع میکنن، کاردستی درست میکنن، کلی مثال داره. بحث معنوی بخش مهمیه که تو اکثر منابع گفته که میزان ایمان و توکل به یک منبع درونی و یک منبع بیرونی که توأماً با هم میشه خدا و خودم، باعث میشه سطح اضطرابم بیاد پایین. وجود خانواده و تکیه‌گاه امن توی شکل‌گیری اضطراب و استرس کمک میکنه، یعنی کمش میکنه، و اگر خانواده خوبی نداشته باشم توی تشدیدش کمک میکنه. پس انداز مالی و اقتصادی میتونه ما رو آدمای با اعتماد به نفس تری بکنه. مشاور کنار خودم داشته باشم که بتونه با تجربیات خودش خطاهای من رو تو کوتاه‌ترین زمان اصلاح بکنه و تو رشد و توسعه من کمک بکنه. فرقش میدونید چی دوستان؟ مثل اینکه شما میخواید برید یه سازی رو یاد بگیرید، ساز رو خریدید، میگی من هیچ مربی و مشاوری نیاز ندارم، خودم میشینم ساز یاد میگیرم. خب چقدر طول میکشه اون ساز رو یاد بگیرید؟ خیلی سخته. اما اگر با یه مربی پیش برید، یا زبان انگلیسی، خودم میشم زبان بخونم، درسته یاد میگیری ولی خیلی سخته. اما یک معلم کارآزموده داشته باشی که تو رو تو هر مرحله پشتیبانی بکنه، طبیعتا میتونه کمکت کنه و سطح اضطرابت رو پایین بیاره. اینا منابع ما میشه برای مواجهه با استرس. و یه بخشش منابع میشه مهارت‌های فردی بچه‌ها. حالا ما نقطه چین گذاشتیم خیلیه. اکثر دوستانی که توی مشکلات درونی، چالش‌های درونی خودشون درگیر استرس و اضطراب میشن، اینا تو بخش مهارت‌های فردی مشکل دارن که میخوایم امروز یه پیشنهاد خوب هم بهتون بدیم. تمرین: منابعی که دارید رو بنویسید. حالا از این منابعی که من به شما گفتم، شما در مقابل با اون مشکلاتتون کدوماش رو دارید؟ بذارید برگردم، دوباره گذاشتم. شما چند تاشون رو دارید؟ چند تاشو بنویسید. الان منابع شما برای مشکلاتتون چیه؟ چیا رو ندارید و باید ایجاد بکنید. همین الان نسبت به عامل استرس‌های خودتون بنویسید. یکی از دوستان نوشته من خلاقیت دارم. خب خیلی خوبه، پس من باید انرژیمو بذارم روی توسعه خلاقیتم پرورش بدم تا سطح اضطرابم بیاد پایین. چون هر چقدر که درست خلق میکنم، اعتماد به نفس و عزت نفسم میره بالا. یه فردی میگه آقا مثلا من توی جمع نیاز به مهارت صحبت کردن، فن بیان نیاز دارم، با برم فن بیان یاد بگیرم. توی کلاس‌های فن بیان یاد میگیرم که توی جمع چجوری با قدرت صحبت بکنم، چجوری خودم رو پرزنت بکنم. یکی از دوستان میگه آقا من سرگرمی، اینا منابع من سرگرمیامه. خب خیلی خوبه. موقعی که استراب میگیری حتما، من یکی از مکانیزم‌های دفاعیم در مقابل استراب، اگر یه چیزی باعث استراب و تنشم بشه، استرس بگیرم، ممکنه بزنم یه فیلم خنده‌دار ببینم، واقعا حالم خوب میشه و اصلا مغزم کار میفته که چجوری اون رو حل بکنم، چون سطح هورمون‌های استرابی کم میشه و هورمون‌های آرامش تو من
بیشتر میشه و من تازه میتونم برای مشکلم راه حل پیدا کنم. دیدید بعضیا وقتی دچار یه بحران میشن خندهشون میگیره، این مکانیزم دفاعیه که ممکنه تو حل مشکلشون کمکشون کنه. یکی از دوستان نوشته من مدیتیشن میکنم. بله خیلی خوبه و عالیه. خب بریم ادامه کار. منابع رو تمرین که انجام دادیم، اینجا کار ما تموم نشد. حالا میخوام برم یه سری راهکارها رو برای شما بگم عزیزان، اما قبل از اینکه راهکار رو بگم حتما شما رو من ذخیره بکنید. پیج اینستاگرام من رو اگر دارید خب ممنونم، به دیگران معرفی کنید، اگر ندارید همین الان فالو بکنید و من رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. در آپارات هم که لینکش رو تا فردا ما به خاطر اینکه فیلم کارگاه امروز ما رو آپلود بکنیم براتون میذاریم و شما میتونید اون رو دوباره ببینید و برای دیگران ارسال بکنید و پیج آپارات ما رو هم داشته باشید. قبل از اینکه اون تکنیک ها رو بگم، چون ما 3 سطح تکنیک داریم: تکنیک های کوتاه مدت آنی برای کاهش استرس، تکنیک های یه خورده بلند مدت تر مثلا بین 5 الی 10 دقیقه‌ای برای کاهش استرس و تکنیک های بلند مدت که من بهتون میگم اونا رو انجام بدید. اما این پکیج رو ما بعد از این کلاس قراره توی کارگاه 4 جلسه‌ای 2 ساعته توی 1 ماه برای شما عزیزان در نظر گرفتیم با مبلغ تخفیف خورده بسیار مطلوب که هر کسی با هر حوزه مالی میتونه توی این کارگاه ما شرکت بکنه. این کارگاه دقیقاً همین روزا یک شنبه یا ساعت 7 غروب یا ساعت 8 برگزار خواهد شد به صورت آنلاین تو 4 جلسه 2 ساعته و ما این تکنیک ها رو کاربردی انجام میدیم، چون واقعا زمان محدوده و نمیتونم همین تکنیک انجام بدم. همین تو این 4 جلسه همه رو میگیم، دونه دونه توضیح میدیم تا شما تو این 1 ماه قشنگ مسلط بشید و باگ‌ها و خطاهای شما گرفته بشه. این کلاس گارانتی داره بعد از اتمام 4 جلسه اگر از شرایط کلاس راضی نبودید 70% مبلغ کارگاه به شما مرجوع میشه. اون 30% هم به خاطر هزینه اینترنت و بچه گفتنی این پلتفرم آموزشی کسب میشه و 70% کلاس به شما مرجوع میشه. اگر در انتهای کلاس بگید واقعا ما از تکنیکایی که آموزش دادیم راضی نبودیم. و مبلغ هیجان انگیزش اینه که 1 میلیون تخفیف خورده اگر تا 24 ساعت آینده در این کارگاه 1 ماه ما شرکت بکنید 50% آف میخوره و شما با مبلغ 500,000 تومان میتونید تو کارگاه ما شرکت کنید. و یه نکته جالب براتون میگم که این بخش خیلی جالب ترشه، شما علاوه بر اون 4 جلسه 1 جلسه خصوصی آنلاین هم با بنده به تایم نیم ساعت الی 45 دقیقه هم میتونید با من به صورت رایگان تو دل این پکیج 500,000 تومانی که همون مبلغ اون جلسه 45 دقیقه‌ای با بنده 500,000 تومان، یعنی اون 4 جلسه کارگاهی کاملا برای شما به نوعی رایگان در میاد. این آپشن هم برای شما گذاشتیم و اگر دوستانی رو بتونید توی کارگاه ما ثبت نام بکنید و معرف شما باشید به غیر از این عزیزانی که توی این کارگاه بودن، بابت هر معرفی هم 20% به شما روی این باز 500 تومان تخفیف میدیم. یعنی هر نفر 100,000 تومان باز از این 500 تومان کم میشه. این تا 24 ساعت آینده است. اگر تا 48 ساعت آینده در این کارگاه ما شرکت بکنید به شما 30% تخفیف میدیم و مبلغ کارگاه 700,000 تومان خواهد بود. خب بله 4 جلسه هم به صورت اینترنتی شما در خونه بشینید، یک اینترنتی و رفت آمد ندارید، راحت در منزل خودتون هستید و میتونید کلی اطلاعات رو به صورت آنلاین کسب کنید. خب بریم سر تکنیک‌های کوتاه مدت. کد تخفیف میگه بفرستید عدد 1 رو برای من ارسال بکنید همین الان به شماره موبایلم که رو تصویر میبینید. اگر مایل در حضور کارگاه هستید شرط ثبت نام به شما میگیم، شماره حساب میفرستید، واریز بفرمایید تا 24 ساعت، یعنی تا فردا شب 9 شب شما مهلت دارید که پول رو واریز بکنید 500,000 تومان با تخفیف. و اگر نه پول دستتون نیست تا اوکی بشه اینها تا 48 ساعت 700,000 تومان و دیگه اگر دیرتر بشه ما انشالله تا هفته آینده این کارگاه شروع خواهیم کرد. یعنی پس تشکیل جلسه هفته آینده است.
یک هفته فرصت دارید. یه تایم گلدن تایم 24 ساعته 48 ساعته و یک هفته براتون توی ثبت نام گذاشتیم تا انشالله به ما ملحق بشید. عدد 1 رو برای من اگر تمایل به ثبت نام دارید بفرستید تا اطلاعات رو بر شما ارسال کنم. خب بریم تو تکنیک های 1 دقیقه‌ای. خب ما وقتی دچار اضطراب میشیم، ببین ما دوباره برمیگردم به اون فیزیولوژیه که ما باید به شدت اون جریان خوب. بذارید برم اون عکس اسلاید فکر کنم، چون زمانم محدوده من اینو نظریه اپیکتیتوس رو نمیتونم الان براتون بگم چون دیگه از تکنیکا جا میمونیم. میخوام براتون اون اسلاید مغز انسان رو بذارم، حالا ببینم دقیقاً کدوم اسلاید رو اون توضیح بدم که توی 1 دقیقه ما چه کاری انجام میتونیم که سطح استرس رو بیاریم پایین. ببین دوستان، وقتی ما دچار اضطراب میشیم گردش خون تو مغز ما به سمت مرکز مغز و اون بادامه‌ای که اونجا هست، اون وسطا هست، مغز خزنده و مغز لیمبیک میاد. به خاطر همین سطح هیجان و واکنش جنگ و گریز ما زیاد میشه. دوستان میگن شماره رو بنویسید 0939 216 1644. اینو براتون سند میکنم و پینش میکنم بالا میذارم که شما بتونید به این شماره بالا کد ثبت نام 1 رو بفرستید و براتون اطلاعات ارسال میشه. خب این بخش مغز ما. خب ما باید تکنیکایی رو انجام بدیم، تمام راهکاری که میگیم برای اینکه سطح این گردش خون رو تو مغز ببره بالا. یه تکنیک معروف که همه جو گفتن نفس کشیدن. سریع شروع بکنم به نفس کشیدن های عمیق در لحظه‌ای که استرس منو گرفت. یه تکنیک هم اینه که نفس رو برای 7 ثانیه 7 تا نفس عمیق و 7 ثانیه حبسش کنم، رهاش کنم. رهاش کنم. این باعث میشه اکسیژن جذب خون بشه، یعنی سریع خالیش نمی‌کنم. همین باعث میشه سطح استراب و استرس من تا حدودی بیاد پایین. پس نفس کشیدن باز مدل مختلفی داره، ما تو اون کارگاه 4 جلسه‌ای کامل اون رو توضیح میدیم. یکی از تکنیک‌ها اینه که توی یک جایی حتی اگر قابلیت دراز کشیدن و نشستن ندارید، برای چند ثانیه چشمانتون رو ببندید. حجم زیادی از ورودی هاتون کم میشه. این باعث میشه گردش خون یه خورده تنظیم بشه، یعنی امواج مغزی ما تغییر میکنه و بتونیم تصاویر رو تصویر سازی کنیم که نقطه مطلوبمونه. خیلی راحت ها. یعنی دیدید بعضی ما عصبانی میشیم میگیم لعنت بر شیطون، ما داریم دقیقاً اونجا بدترین تصویر سازی میکنیم. برعکسش رو انجام بدیم، چشمانمون رو ببندیم و بتونیم تصویر مطلوبمون رو برای دقایقی تصور بکنیم. یه بخش دیگه القاءات و اگر دقت کنید اکثر بچه‌ها درونی بود. ما تلقین میکنیم، ما تلقینات رو اشتباه میکنیم، ما و من تو کارگاه کامل توضیح خواهم داد که این ریشه‌هاش از کجا میاد. اونا رو هم براتون موشکافی میکنم و بهتون کمک کنم حل بکنید. این اون سرچشمه فکرای کنترلگر، احساس گناه، چون ما انواع تفکر داریم، ما اونا رو چجوری بتونیم پیدا کنیم؟ یعنی پیدا که مشخص بروز پیدا کنیم، چجوری بتونیم کنترلش بکنیم و نذاریم بیاد؟ گفتن عبارت‌های برخلاف اون هست. مثلا میتونم به صورت مداوم به خودم بگم که خب اگر اینجوری نشه چی؟ چون با خودم میگم اگر بد بشه چی؟ اگر اتفاق بدی بیفته چی؟ اگر کار خراب بشه چی؟ چون تو فضای استرسی که هستم دارم به بدترین حالت‌ها با خودم گفتمان میکنم. ما میگیم دقیقاً تکنیک برعکسش رو استفاده کن. اگه نشه چی؟ اگر قبول بشم چی؟ اگر مسلط باشم چی؟ اگر یادم نشه. همین گفتن سطح استراب رو میاره پایین بچه‌ها. وضعیت بدنی شما خیلی مهمه. دیدید تو ورزش یوگا بعد یکی از دوستان گفت من یوگا کار میکنم، چرا هی بدن برعکس میشه؟ به خاطر اینکه حجم خون به بدن بیشتر برسه. از وضعیت بدنیم اگر خموده باشه، سرم به صورت افتاده باشه، این خون میخواد بالا بیاد سخت میشه. من بعد یه جوری دراز بکشم، پاها رو میتونم اگر این موقعیت برام جوره پاها بالا بزنم خون بیاد به مغزم، هر کاری بکنم که خون به مغزم برسه بچه‌ها. چون انگار یه موتوریه وقتی من سطح استرابم میره بالا که خون از مغز میاد به سمت دست و پا، این عملکرد مغز رو یه خورده سخت میکنه.
و من باید تکنیکایی رو انجام بدم تا بتونم به نوعی به سمت گردش خونی بیشتر تو مغز. پس این شد تکنیک‌های فیزیولوژی بچه‌ها. یه سری تکنیک‌های مثل همون ذکر گفتن، مثل همون مقابله مخالف با افکار، یا اگر بحث معنوی توتون قویه حتما دعا رو در نظر بگیرید. دوستان اینا بحث علمی ها، مطالعه شده، مقالات زیادی در مورد تاثیر دعا بر کاهش استرس گذاشته شده. و حرکات کششی یا انقباض محکم دستا تو ذهنم، چشمم برای دقایق ببندم، اون استرس، عصبانیت، اضطراب رو به سمت مشتای گره کرده برسونم و بعد از یه نفس عمیق رها کنم. این به شدت توی کاهش سطح استرس برای موقعیت اورژانسی کمک می‌کنه. یکی از دیگه وقفه است، هیچ کاری نکنم، نه فرار کنم نه حمله کنم. ببین بچه‌ها، هیجان مثل آتش فشان میمونه، برای یه لحظه فوران میکنه و برای چند دقیقه فروکش میکنه. اون نمودار رو اگر تو ذهنتون بیارید، تو اون پیک اوج گرفتن اکثر آدما اونجا تصمیم میگیرن. در صورتی که مثلا فکر کنید هیجان استرس یه خورده بذارید کم شه بعد تصمیم بگیرید. دقیقاً تصمیمات اشتباه در اون پیک هیجانی با استرس خروجی‌ها اشتباه میده و خود اون عامل افزایش اضطراب و استرسه. پس بهترین کاری که کاری نکنی. همین باعث میشه وقتی اون استرس یه خورده بیاد پایین، مغزت بهت راهکار میده. خب خیلی تکنیک داریم که اینو ان شاءالله تو کارگاه براتون میگیم. اینا تکنیک‌های اورژانسی بود. حالا تکنیک‌های 5 دقیقه‌ای چیه برای داشتن احساس بهتر؟ یعنی من زمان دارم، واقعا میتونم 5 دقیقه روی استرسم تمرکز کنم تا بتونم اون رو سر جاش بنشونم. به قول بچه گفتنی باید یه سری سوالات از خودم بپرسم. اینکه واقعا من برای چی مضطربم؟ عامل استرس ها چیه؟ منابعی که تو دست دارم چیه؟ چه عواملی باعث شده من استرس بگیرم؟ چه باوری تو من باعث شده من استرس تو من تثبیت میشه؟ اینا سوالاتی که من باید توی پرسشنامه با خودم 2 تا 4 تا کنم. میاد تو بحث شناختی. یه خورده محیط استرابزا رو آنالیز کنم. مثل یه فیلم ویدیو چک دیدی؟ ویدیو چک بزنم کجا اشتباه کردم تو اون 5 دقیقه زمانی که دارم. و همین نوع نگرش باعث میشه استراب آروم آروم چی بشه؟ کم بشه. برای چند دقیقه پایین میاد، مغزم کار میکنه، میتونم یک غذای خوب بخورم. تغذیه اینجا به شدت کمک میکنه. ببین بچه‌ها، وقتی هورمون‌های مثبت مثل سروتونین ترشح میشن در مغز ما، مثل دوپامین که میل بفرمایید توی زمان 5 دقیقه 10 دقیقه‌ای سطح تمام رنگ مواد غذایی که رنگدانه‌های طبیعی ها، نه غذای مصنوعی و رنگ‌های مصنوعی. گفتم میوه‌جات رو مثلا گفتم، رنگدانه‌های قرمز رو به مشکی دارن. اینا میزان سروتونین رو تو مغز بالا میبرن. و حالا سرچ بکنید و اکسیژن ساز، غذاهای اکسیژن ساز مثل کاهو، غذاهایی که تو خودشون اکسیژن نهفته دارن و وقتی بدن اون شما میلش میکنید جذب بدن میشن. خب جلسات کارگاه از طریق چه بستری؟ همین بستر ایون فکر کنم دارم. حالا اطلاع رسانی خواهد شد، آقای هدایت رسولی نژاد اطلاع رسانی خواهد تو همین بستر براتون خواهیم. اون کارگاه هم ضبط میشه، ویدیوهاش به شما در دسترس شما خواهد بود و شما میتونید استفاده بکنید. یعنی دستتون نمیره و مطمئن باشید که خیلی میتونه برای شما کاربرد بشه. یه بار دیگه به شما عزیزان شرایط ثبت نام رو میگم. اگر تا فردا شب همین ساعت 9 برامون پیامک بدید ثبت نام بکنید، مبلغ کارگاه 4 جلسه‌ای و 1 جلسه خصوصی 500,000 تومانه. اگر تا 48 ساعت آینده یعنی 2 روز آینده پیام بدید و ثبت نام بکنید 700,000 تومان و تا هفته آینده قبل از کلاس هم ثبت نام بکنید 1,000,000 تومان خواهد بود. هر عزیزی رو تو این بازه زمانی به ما معرفی بکنید. اگر تا فردا شب یکی رو دیگه رو ما معرفی کنید
یا تا آخر هفته، حالا هر چقدر زودتر اون رو معرفی کنید اون هم فرصت تخفیف داره و هر چقدر دیرتر اون رو معرفی کنید خب تخفیفش کمتر خواهد بود. میتونید اون رو شامل تخفیف اون فرد رو هم بشید و بابت معرفی هر نفر 20% یعنی 100,000 تومان از شهر شما کم خواهد شد. دوستان اصلا پیام‌های شما در ویدیو نخواهد بود و ما اون رو حذف خواهیم کرد و نگران نباشید. براتون آرزوی سلامتی داریم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه، شب خوبی رو داشته باشید و خدا نگهدار.